Проверка кончикой. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. 30 بار افیر همه گم شد میچخه. سلام آوازم رفت اسمی اپا جان. سلام اپا. دیگه تلفن قوش کردم افیره. خوش آمدیدتان به کانال پختوپزهای خانگی. آمده است. تلفن خودم قوش کردم. همه شما نغزمی درستمی سلامتی ها نغزمی آواز نقص شد. سلام شهنازه خان نغزمی شما دستان درده نبیند دوگانه جان. رحمتی کلان خواهر گلان بسیار خرسندم که بار دیگر با هم صحبت میکنیم. خواستم یک صحبت کنم. افیر دوبار ویران شد. آواز نیست مبان. همه شما نغز درست سلامتیاتان نغز کار و بار زندگی شکر خدا. شما چخیل اپا جان سلامتی ها نغزمی بچه ها چخیل شکر خدا نغز بچه ها گشتیم مایده می شهر مسافری به. سلام اپا میر وکسنیاشکا سلام خوش آمدید کانال ما به. امروز کمتر خواستم صحبت کنم. بعدی کار با کم صحبت شویم با هلاکی ها می برود. همه چیزهای شما رو من تماشا میکنم. بسیار خرسندم که کانال ما تماشا کرده دستگیری میکنه. میبخشید حاضر یکان ویدیو شیرینی آسانک باشد میپرتاین برای دیسیرت. مایلش میپرتایم 7 سال منتش کرگین یه راستی کب. این سالت امروز تیار کردگیده مقال شد. بگاه تیار میکنم. آزاد رستمov تیار کنید. به نهایت سالتی نغز خوشبوی لذتش هم نغز. به نهایت با لحظه دامن یکی راستی گپ. بانوی پرهنر نواش کانال سپر کانال سلاتکی в печке. مرحمت دخترها درامده آب نوشیفتان کانالی خواهر ما به. سلام اپا جانی عزیزی من الهه دستتان درده نبیند. گلناره بسیار خرسند رحمتی کلام به سخنهای زیبا خواهر گلم. میتونید که کانال مرا رکلام کنین التماس. مایلشو من راستی که درباره رکلام کنی گفتم که حالی من چه گویم من اینترنت نغز نمیفهمم. حالی من رکلام کنی چه کانالتان نشان دادنش نمیدانم. همه یک فرصت شود هموهاشو یاد گیرم. من بسیار کانالای رکلام کردم میخوایم فقط که کانالای فایده‌آور باشد برای زنهای ما. سلام شهناز خان سلام اپا جانی مرحبا گل قشما گم اپا جان ویدیو پرتافتید گمشت رفتید نامیرام دادم ننویستید ماش ماکی قره ننویستید خیلی پایدشتم. سلام کانال شما بهترین رحمتی کلان خواهر گلم. خیلی بعدی ویدیو افیر درامده میبینیم کانال شما هم نیر وکسنشک سپر کانال پهلوی تورецکی میپخته دگان روز با پیسته مایلش میپزم. من همینجا به 4 مغز تاز کرشتگی بودم که پهلوه میپزم یکی 4 مغز که خیلی پیسته باشد. پیسته که هم تیار میکنیم. سلام کای آرشکه میپزید در سلام میپزیم. من فرمی همو آرشکه انی فرمی پیشینش خانی خالم بود گرفته میبیم گفته خیلی دستکراسکین دایدم برام دست گرفته بیام تیار میکنم. مادرم به نهایت همو آرشکه با لذت تیار میکنن. من همو فرمی آورده حتما تیار میکنم. فهمه به جان نویستم کو حاضر نویستید به فکرم تلفن شوهرم به نظرم. به سلام ایدوبا یگان سلطی با مزه کنید. مایلش تیار میکنیم سلط با سلط های چند مود کانال به هست مرحمت درامده تماشا کنید. امروزم سلط پرتافتگی بودم با سلطی خواستم فونجازی تیار کنم. من امروز محصولاتش خریده آمدم با نصیب تیار میکنم. نامر شما می یعنی پاچامی نامر من و ویلانی تاجیکستان رگیستراسی شدگی اپا چی به من به جواب نمیتید اپا. خیلی گذشت می راستی گپ خیلی اهمیت ندیم بار دیگر نویسید. چخ
چک چک تیار کنید اپا مایله چک چکم تیار میکنیم هر روز افیر سر میتید می نه هر روز افیر سر دادم به راستی گپ خیلی فرصت نه است که هر دم کارگر برای همین فرصت نه حرکت میکنم که خیلی بسیارتر با شما صحبت کنم اگر مخفی نباشد در درونی همون خمیرش چی می اندازید پهلوی توریتسکیه چوب مخفی همه کانالی من بی سکرت راستی گپ اسماعیل جان ابراهیمی چه گویم تورецки паҳлава чанд намуд аст канали мананда дусия намуда шаи мана даромада бинед бо хай осонтару камхарчтариша бо ташкил мекунем барои шумо дӯстон дугонаҷон ҳамеша саломат бошед саратон дарда набинад ҳамеша сарбаланд бошед раҳмат бонуи пурҳунар бисёр хурсанд ки хай бо ҳам суҳбат карда суханои зебо ба якдигар дариғ намедорем салом аз москва аз ғарибӣ салом майрам исоев салом салом хай кучо мекунед ҳамамо шаҳри ғарибӣ мусофирӣ инстаграматон ба менависам имотон ёфта натонистам майла шабаҷон нависед анис салом хушомадед ба канали мо имрӯз хостам камтар мана суҳбат кунем бисёр савол шуд дар бораи чанд намуд хай крему бо хай сливкаҳою бо ҳамин глазуру бо ҳамон барои занҳо барои торту якчанд намуд кремо бо камтар суҳбат кунем ки хай бо инҷоба нависам бо пурратар гап занем хай комментария ба ҷавоб дода наметавонам асаби ки дастам банд дертар ҷавоб диҳам бо хай тайёр мекарди вақтошон бошад пойда мешинанд салом чанд сола дар Россия мо 6 сол моҳи 7 сол мерад ки мо дар Россия шумо кор мекунед фарзандатона ки нигоҳ мекунанд модаратон рафтанд ман кор мекунам фарзандам қити модарам рафтанд аз сабаби камкак документашон хато шудагӣ буд 3 моҳ бояд аз Россия бурам барои ҳамин фарзандаи ман ҳоло дар Тоҷикистон дастатон Гулшаҳнозхон дарда набинад дастатон раҳмати калон хори гулам бисёр хурсанд барои дастгирӣ барои бо ҳам суҳбат карданамо сабр зиёӣ салом 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 опаҷон хеле чизҳо аз шумо омӯхтам раҳмат ба шумо Идрис бениҳоят хурсандам ки аман як кас якчи меомӯзад дар ҳаққи ман хай дуо мекунанд дар ҳаққи падару модарам беҳад хурсандман барои дастгирӣ барои суханои зебо барои ҳамин бисёр хурсандман аз подписчико ҳама фақат ҳамин як сухана мегӯянд ки аз шумо бисёр чиз омӯхтем охирон вақт бисёр комментари бисёртар ҳамин сухано шудааст беҳад хурсандман барои дастгирию барои суханои зебо салом просто ресепт салом ба ҳама апаи Шаҳнозахон саломат бошед раҳмати калон хори гулам бисёр хурсанд ки бо ҳам ҳамсуҳбатием Абдуҷалол Бобоев салом мана инҷоба ман ҳозир якчанд намуд глазуро гирифтам ки камтар видеоба хай эфирба гуам ки видеоба фурсат намеша инҷоба бинед ман инҷоба магазин шумо хеле хуб мефаҳмонед апаҷон раҳмат салом апаҷон дастон дарда набинад жасмина раҳмати калон хори гулам шумо хеле хуб мефаҳмонед апаҷон раҳмати калон молодести супер вообще раҳмати калон беҳад хурсандам барои дастгирӣ рости гап баъд аз кор бо шумо камтар суҳбат кунем хай бо суханои зебо ҳалокиҳоям аёд мебурад салом апаҷон дастон дарда набинад раҳмати калон ассалому алайкум дӯстон салом хушомадед ба канали мо ба моро чӣ нишон медиҳед ҳозир нишон медиҳам ҳамин пакетанги маҳсулотҳои ҳам фарзандо дур бошад барои модар ин як намуди беморӣ ва худо кунад фарзандҳоятон биёяд пештан рости гап рост беҳад душвор хай маҷбур хай ку барои документ шуда маҷбур барои карим мана камтар бо шумо суханои зебо хай бо якдигарӣ дастгирӣ якдигар бо хай якдигамон мегузарад иншоаллоҳ салом ва гуфтани чӯбарек мекардед бисёр хурсанд мешудам майла чӯбарекам тайёр мекунем шумо аз куҷанд ман аз шаҳри Исфараи Бостонӣ мешам агар
لفظ ما گفتنی باشید. من از شهر اسفری باستانی. ما خیلی کوچکی گم میزنیم. هست می یا تمام شد می افیر نفسر شد 10 مینوت شد. نامتان چی؟ نامم مسلمانیم. نامی من شهنازه 26 ساله آیله دار صاحب 2 فرزند شهر نوسیبیرسک زندگی میکنیم. ما به خاطر شما از شوهرم گپ نمیشنوم. چی خیلی چیزهای آزاد درستم به حد خرسندمند. منم حرکت میکنم که خیلی زنهای ما کدبانوی بهترینی خاندان باشن برای فرزندا، برای شوهرها پخت و پزهای کم خرجی با لذت تیار کنند. بسیاری زنهای ما رسیه به خانشین. السلام علیکم اپا جان مدینه. سلام. اینا رسیه به می نیمه که ما رسیه به شهر نوسیبیرسک زندگی میکنیم. و من چهارمغز مقول چهارمغز من شکست تازگی بودم برای پهلوه. بعد خواستم که افرقتی صحبت کنیم. شما در کجا می بخشید؟ من در خانه در شهر نوسیبیرسک. سلام اپا. در کجا شما اپا؟ من خانه با چی خریدین مادر جان؟ ما یک گله چیز خریدیم زنها با. سلام ایسفر امین. سلام. همون چیه که پولی شما نرود؟ نفهمیدم گفتان پولی شما نرود. چیزی به نرود خودتان نشان دین اپا. راستگه برای خودم نشان دادن اجازت نه، برای فقط صحبت کردن با شما. سلام به تاجیکستان. سلام به تاجیکستان گوید. سلام به تاجیکستان. سلام ساز نپا. سلام ساز از حال شما پرسیم. سلام خواهری عزیزم شهنازه جان. شما چی خیر جانکا سازن نیسا جان. رحمت شکری خدا از حال شما پرسیم. سلامت باشید اپا جانی من. دستی شما گل بوده است مدینه. رحمتی کلان خواهری گلم همش با دستگیری شما. سلام اپا جان. شما بهترین زنی دنیا هستید. من از شما بسیار چیزها ساختم هم. بسیار خرسند من که از من یک کس یک چی می آموزد در حق من یک کف دعا میکند. به حد خرسندم من. سلام علیکم از شهر لیساس بیرینسک. سلام فاطمه. لکه گفتم اپا. لک کجا با هست؟ بسیار پول رایی کنم با شما مادر جان. باز رفته خرید. چون من بخ گفتین میاد دیگه کرد که خیلی صحبت کراسید. سلام اپا جان از مسکو. سلام. من خواستم یک چند نمود گلازورا برای شما تفصیل دهم. این گلازوری ونیلین برای آرایشی تارتا. اگر دانید پامچیک امریکانس که با گلازورای رنگه های انمی ها استفاده برای من یک چند نمود. من همه نمودی سویتاش هست. این کریم زورنای کریم من کرسیتی اگر زنها پرسیدن اگر همین افیرنده باشم من کرسیتیلایی من این پرشاکش من اینجا با کرسیتیلی من این خیلی روچکه چشای میتونید روی های تارت بنویسید یا که کریماتان با مخته کنید. من اینجا با گلازورا پراینیکا به استفاده برید. به حد گلازوری نغز کمتر آب همراه میکنید. تمام. اینجا با اینی اولیتشیتل برای گولیشکه ها با کاندیترسکی میشاک پرسیدن دخترها من افرمی که همه مبای به های همه شهر به های مگزنی اشنه ایکیاش کنه مگزنی که فیرما 149 روبل نرخش قیمتم نه 15 کلان 15 مایده میشاک شای 3 دانه فرم شای. بسیار زنها خواهش کردن من 15 کلان 15 مایده این یک پاچکش گرید به حد بسیار استفاده برید. 1 سال 2 سال هم استفاده برید. این سلفانش نقص ششته استفاده بریدم میشد. من میسیته با فرمچی من میشه برای گلمانی شای 149 روبل نرخش قیمتم نه. من با این گونه رنگا هست پرشاکا برای آرایشی تارتا. بسیار زنها خواهش کرده بودم من خیلی درانگر روی اکرامه میبینم. سلام از گلابی باستانی اپی شهنازه خانم. رحمتی کلان شبنم علیف بالاتر گذاریم گوده. سلام اپی جان از مسکو خواندیم. گلازورا کجا دسترس کنیم میشد؟ گلازورا مگزینی مگنیت بم هست، مگزینی پیتیاروچکا بم هست، مگزینی اشامبا، مگزینی کلامبا با بسیارتر. شما در کجا گفتید اپا؟ چیزی گفته هم خودم من خودم در خانه
ما شهر نوسیبیرسک زندگی میکنیم. سلام شما بهترین دستان درد نبیند. رحمتی کلان. سلام خواهر عزیزم. سلام علیکم شهناز جان. شما چه خیلی سلام دیا از اکتریانبورگ. شبنم الیف هم نامی خواهرم. سلام خواهر گلم. بی‌حد خورسند با هم صحبت میکنیم. از گلابی باستانی اپیش شهنازه خانم. سلام جسمین آبی گرم یا خنک؟ آبی شیرگرم، سخت گرم نباشد. اگر سخت گرم باشد کلوله میزند. این به ما کمتر آبی بسیار هم نیست، 3-4 قاشق میکنیم. این در شخ میشد، سخت میشد. اگر دانید اوروسا ماهی اپریل با پسخه هاشانه روش به پمتکه میماند. انا همین چیزا استفاده برد. شما چند ساعت کار میکنید؟ با وقت میوید کار میکنید؟ من از ساعت 6 صبح تا 6 بیگاه 12 ساعت کار میکنم. شناختم شما لهجهتان شناس بود. آخر افتم که بودگیتان مادرتان به سلام رسانید. مایلش مادرم به سلام میرسانم. انامی شما. سلام اپا جان. من امیده همیشه من پخت و پزهای شما را تماشا میکنم. دستان درد نبیند. خیلی چیزا آموختم. امید خان بی‌حد خورسند که از کانال من از من یکانچه میآموزید. در حق من سخنهای خوب میزنید. بی‌حد خورسند. سلام اپا تارتی ناپلیون میکنید؟ راستی تارت ناپلیون کرگی سنا کریموف تارت ناپلیون ناف کرگی حالی امی کانال با هست. بی‌حد ناپلیونی ورقینی عجایب بادام دیگه امی کانال با درامده بینید هست تارت ناپلیون. این کرسیتیل مزه کریم بیزی میکنن. من کدام خورده میشد چوبه. اینم طرزی تیار کنی شای. اکبر شریفوف. اینم طرزی تیار کنی شای. با اینندم خیلی سکریت ها شای که مثلا با نازوکی هاش همین کریم های و کرسیتیل های استفاده برید. یکان خورده میشد و نمیشدگیش نیه. این مخصوص برای تارت و کریم ها تیار کردیم. برای همین استفاده برده. لیکن همش با خیلی قاعده شو با سکریتاش با خیلی انشالله با ویدیوها با میکنیم. سلام اپا شما خفه می امن؟ نه مرحبا اپا شوخی کردم. منم هر روز راستی میبینید که کار دستم بند خیلی که من نامیرم پفتم به فکرم شما نیافتید. فرزندتان در کجا به دنیا آمدند؟ فرزندام من تاجیکستاننده تولد کرده. شما که یوتیوب سیامکا کنید. شما شوهرتان اجازه میدهند که یوتیوب سیامکا کنید؟ مسلمان که من اجازه میدهن. کسبی من همین من اخورده همین کارو میکنم. من یوتیوبنده خیلی ایگان کس تنقیر نمیشونه و من به همه دعای خیر میتیم در حقم، در حق پدر و مادرم، در حق شوهرم. من اینجا با خودم نمایش نمیکنم یا یگان چی نمیکنم. من برای زنها کسب میآموزم. برای همین شوهری من اجازه میتیم که من فقط سیامکا کنم برای زنها. چیزیه و آخری اپا ای کانال چند سوم کار ای اپا جان ای کانال چند سوم کار میکنه؟ پولی موال کار میکنم. ولی دکابر به تایی میشد. ماهی دکابر ینور به میگیریم تایی میشد. شما نغزمی شکر خدا نغزما. سلام اپا جان. سلام هزار رحمت شهنازه جان. برای میشاک من گفته بودم وسطت در نبیند. رحمتی کلان. السلام علیکم گل دخترانی تاجیک سازین خوبین همه کس اپا جان شهنازه سازین خوبین فرزنده سازه مادری سمیه. سلام شما هم خوب نغز سلامت باشین خواهر شیری. رحمتی کلان مادر جان. اپا ریزه شوربا ویدیو کرده میپفتید. حتما ریزه شوربا. حالی انشالله با دستگیری شما نیتا بسیار بی‌حد ویدیوهای خیلی فایده آور سیامکا کردن میخواهم. لیکن اینقدر وقت کمی میکند. انشالله باز ویدیوهای بهتر به حرکت میکنیم با دستگیری شما. و این دادری من در بین زنها بودای سازین خوبین گبزنیتان زور من و معقول موزونه سفره و هم و شهر اسفری باستانی طرز گبزنی ما همین خیل اینا کی باشن که خیقه
قفتی زنابا چقشوسیان مرد باشم میخوای نمیدانم خیلی خیل جرأت کرده نویستاسیان اینشه نمیدانم. اپا جان از شما خواهش میکنم که سلات سازید. مایلش امروز ویدیوی نو سلات بود. باز سلات های بهترین میسازیم. سلاتی فونچازی میسازیم انشالله. من امروز گرفته آمدم ریسیپتشه. لازم یک چی نشان میدیم. زنهای فرنگی خریده مانیتان بعدی سلات سرازه تیار میکنیم. من برای فونچاز یه ساس دیگه فونچاز چیم این مخصوص برای فونچاز بهت انا این چیز سلاتی فونچازی مویا با لذت انا این چیز میکنند نستایشی فونچازی انا این چیم میشد. این یعنی دانشنده ساس آبک. این مخصوص برای سلاتی فونچازی من گرفته آمدم. زنهای همین فرنگی اگر و یا سلاتی فونچازی ناز بینن خریده تیار کردن مانتون به نزدیکی ویدیوی سلاتی فونچازی میشه. افری ترجمه میبینید من با اپای خاصیت هم صحبت. اپای خاصیت به حد زنی خوب زنی خاکسار کانال با همراهی اپای خاصیت پیش بردیم. اول همه نازکی های همین یوتیوب و کانال کشایی های و همین نازکاش اپای خاصیت آموختم. اپا جان گلازور بسیار خریدید. باز چی تیار میکنید؟ حالی ما انشالله ویدیوهای بهتر و بهتر تیار میکنیم با خواهشی شما. الحمدلله خدا سازی خوبی مادر جان رحمتی کلان میبخشید. اینجانده ایقا همه زنها اگر مرد باشید میتونید ننویسید اینجا. به شکر سازین رحمت دادر. سلام اپا جان کدام نمودی کاکائو خوبتر است برای ما نشان دید. کاکائو خوبتر از من کاکائو میگیرم. ترجمه به همه سوال ها جواب میگرداند. منم همه سوال ها به فکرم جواب گردانسیم. همینجا دا یک اینجا جای شما نیخه. اینجا من کاکائو گرم قد شهنازه من هم همینجا با شما رحمتی کلان اپا جان. من کاکائو خیلی کاکائو من استفاده برم. کاکائو هم ایقا نرخش قیمتم نیه. هم کاکائوی چه گویم درونش به حد سیاه چارنی نقص برای کریم گلازور ساختنا برای استفاده برای ساخته به حد نقص من همین نقص بوده کشه علاقه 10-15 پچکه گرفتگی بودم که خیلی برای من بسیارتر لازم. برای همین من همین کاکائو استفاده کنم. کاکائوی به حد خیلی ارزانتر قیمتم نیه. نرخشم 25 روبل 20 روبل به فکرم. سلام شهناز خان چقدر شما من همسیفتان مریم شرپا کی باشن. سلام به حد خورسند همسنیفی عزیز نیکین مریم نامه یکتا همسیفمای دخترچه مهرم بودن. سلام شهنازه خان من به زنگ زنید مانید ده شهنازه خان اینستاگرام به نویسیده بودم. شما به فکرم نامری وستبتانه داده بودید. خیلی عذری زیاد اگر ننویسیدگی باشم خیلی حرکت میکنم که هم صحبت شوین. اپا جان برای زفترک بسیارتر چیز تیار میکردید خوب میشد. پیشکی رحمت مایلش حتما به نظر میگیریم هورا فونچاسیه من سازشه تیار کرد خریده مانید انشالله به نزدیکی فونچاسیه میشه. سلام از پراگ. سلام ها میکنم کو. سلام فرشته. نامی من فرشته به حد نامی زیبا بهترین. سلام شهناز جان من دیر کردم نیه حالی دیر نکردید. خیلی 24 مینوت صحبت کردیم. سلام چند سو میگرین ای یوتیوب؟ من یک بار پول گرفتم حالی دفعه دوم ماهی ینور تعیین میشد. ما ساز رحمت فقط همه سوال میکنن که بسیار من 3 بار افیر کردم بسیار سوال شد که شما چند سام پول میگیرید ای یوتیوب.
یگان کس سوال نداد که اپا شما خیلی ویدیو میکنید تمام محصولات هایم پول قطعی میخرید که ای کجا پول میابید نمگوان. همه فقط سوال دیدن که شما چند سوم میگیرید ایوتیوب. شهناز خان ما از شما می ندار بیحد خورسند من که اما یگانچی میاموزی در حق من دعای خیر میکنید. برای من همین بسنده، برای من هموقع سخنای زیبا با هم صحبت کردنم و بیحد بقدر. برای همین همه شما دوست میدارم. با شما خیلی با دستگیری شما ما به پیش. برای صحبتتان رحمت. برای شما هم رحمتی کنم. کاکائو و شهناز جان از کدام مغازه خریداری کنم؟ مغازه‌ای همه مغازه به هست و یکی راستی شورم بگفتم کاکائو لازم من به یک تا کاکائو گرفته بید گم 12 پچکه کاکائو گرفتم دیان. لیکن نمیدونم ای کجا گرفته باشه. لیکن کاکائوش گفتم قیمتم نه استفاده بردم بیحد کاکائوی نغز برومد بیحد سیاه. اگر گلازورای ویدیوی من نگاه کرده باشید گلازورا سیاه رنگاش خوش روی با صفت برومد. نیسا جان من بسیار خرسند هستم که چنین کانال ها برای ما زنها هستند. از شما منتدار و از شوهرتان رحمت میگویم. برای شما اجازت میدین که با ما بسیار چیزها میآموزید. رحمت خواهر عزیز. بیحد خرسند نیسا جان. بیحد خرسندم که یکدیگری همه میفهمیم برای یکدیگر خیلی دستگیری میکنیم. بیحد نقص بسیار سوال شد که بسیار چه گویم در یوتیوب پخت و پز ها بسیار شده رفته زنهای تاجیک بیحد نقص پیشروی ها نقص. نگه راستی گفت در یوتیوب برای زنهای ما چی نمیرسد؟ یوتیوب بنده خیلی چیوری دوزندگی نمیرسد بافندگی نمیرسد. برای زنهای تاجیکی ما با زبانی تاجیکی خودمو در کار نیمو به روسی خیلی دیگه زبان که فقط که با زبان تاجیکی فهما باشد. اگر کسانی زنهایی که چیوری نقص دانن عشقشان باشد مرحمت اگر اینستاگرام هم بنویسن یا که نامیرشانه یگان می ویدیوهای نوام به کامنترش بنویسم من نامیرم میتیم هم صحبت میشیم کانال همراه میکشاییم من یا به یاردم تیم من یا دوام تیان کانالی فقط که چیوری و بافندگی نیست. اساسی یوتیوبنده برای زنهای تاجیکی ما نیست. بسیار زنهای ما خیلی رسیه به خانشین ممکن اروی همونم دیده یاد گیرن از سرش فهم و از چیزای عادی سر کرده ویدیو کنید که بیحد منه بسیار زنها کلینچکای نو رسیه بام که خیلی پخت و پزه نمیدانستم منه کانالی ما آموخته رفتن. شاید چیوری و خیلی بافندگی هم همین کانالای تاجیکی زنهای خدا ما آموزند. بیحد خرسند میشم که کانالای چیوری و بافندگی زنهایی که تانم مرحمت کانال کشاده برای زنهای تاجیکی خدا ما آموزانند. بیحد نغز میشد. ریسیپتاشون همش با مزه. رحمتی کلان مکرانی فونجاز نشان تین شهنازه خان شهنازه میلش خانش خاندیم میلش من خریدم مخصوص برای سلات راستی که برای به نزدیکی ویدیو میشد. سلام اپا جان من مادری سراج الدین. سلام بیحد خرسند برای با هم صحبت کردن. سلام اپا جان استودیو. سلام اپا شهناز خان منم زحفم بسیار در همین چیزهای پختپزی خانگی. بیحد خرسند مادری سمیه کانالتان خوب خیلی منه تیز ویدیو کنید تیز خیلی پیشروی ما دستگیری میکنیم خیلی منه ویدیو کنید ما دستگیری میکنیم و فقط که تیز یک بار این پرتاید بعدی یک هفته نیم با این که خیلی یک هفته بعد یک هفته پرتافتن که شما یوتیوب که کار نمیتونید. برای همین میخوام تیز ویدیو کنید حتما دستگیری میکنیم. برای چینی کاکائو از کجا گیتید؟ کاکائو شوهرم راستی خریده آمدن که همین گردو بیر نزدیکی خدا ما به فکرم نکه مگزینی مریه رابم کاکائو شای قیمت نه 24 سوم یا 40 سوم تا 40 روبیله نکه کاکائوش نسکراب کجبه. سلتی فونجازه میکنیم خیلی منتدار میشتم حتما سلتی فونجازه میکنیم محصولاتاش تیار و نزدیکی ویدیو میشه. سلام اپا جان سلتی فونجازه میکردت خیلی منتدار میشتم خواندم من به کار نمیشه خان شما کجا بید همراه کار میکنیم کار رای ما شهری نوسیبیرسک و گاراد آب تلمچوان زندگی میکنیم. السلام اپا جانی ما من زرینه شما سوپر رحمتی کلان خاری گلم
پولش از کارتان چی گویید اپا کاری تانستگی راست نیه خیلی من برای پولم شده نیه من برای عشقم خیلی برای این سخنهای زیبای مردم نگاه کنید بی حد سخنهای ناز در حق پدر و مادرم در حق عائلم در حق شوهرم دعای خیر میتین برای من بسنده همین نیه من با خیلی شد گوید همه راستی گپ درباره پول میپرسن و من خودم فکر امروز گفتم که همه پول میپرسن لیکن یگان کس حالی سوال نداد که اپا شما خیلی ویدیو میکنید همه ویدیوها خیلی محصولات طلب میکنند نمیپرسن که از کجا خیلی میخرید راستی گپ نیه من با یگانتش خیلی وای نیه اپا جان اتکا نیه میمو تو من نومی گرنگ نشی اپای شهنازه نامی من نازنین نیه راستی گپ اگر من الکی همه زنهای من با نامی شوهراشون فرزنداشون الکی من اترزی خیلی گفزنیشون میفهمن که زنک ترزی گفزنی مردک الکی دیگر میشد راستی کانالی من به مردکایم دیر میدارد سلام اپای شهنازه بانو شام بخیر نیواژنا خوش آمدید به کانالی ما شهنازه از مسکو سلام دستان درده نبیند سلام خواهری گلم رحمت سلام هموطنان گرامی سلام کухня на любой вкус مرحمت درآمده آبونه شویدن دوستان من زن هستم از پنجکند هستم حاضر در مسکو یگان زن هست از پنجکند مرحمت از پنجکند منه دوست پیدا میکنیم یخل به عقل چار کنید اپا جان التماس من راستی نمیفهمم خیلی به فکرم و خواننده شوهرم شنیسیم از تلفن خودشان گلاونی تلفن همونانده چارنی به همه خیلی بی آدابه غرانسیم ملینا سلام خواهری عزیزم الله دستتان درد نبیند رحمتی کلان ملینا بی حد خورسند من که خیلی با همدیگری دستگیری میکنیم و در حق یکدیگر سخنهای خوب میزنیم سلام شهناز جان رحمت بر پدر و مادر شما که اینقدر دختری با ایمان و با توقع و هنرمند از شما بسیار بسیار دوست میدارم رحمتی کلان بی حد خورسند من بی حد خورسند که در حق پدر و مادرم بی حد سخنهای خوب زدید رحمت هزار رحمتی کلان چیزایی که تیار میکنید برای عائلتان یا میفروشید خیلی پخت و پزای عالی دارید نیه نمو فروشم راستی که من خودم ساحه پیکرنی به کار میکنم این برای خودم و برای عائله خودم ما اینجا با عائله کلان مثلا تقا هم اینجا با تقا فرزنداشان که خاله هم زندگی میکنن ما همه اولادا همین یانو بیل زندگی میکنیم خیلی بها برای میکنم شوهرم جای کارشان بمیتیم خودم جای کارم بمیبرم همه علاقه پایده میشیند که خیلی ویدیو میشد خیلی پخت و پزا میبیاد سلام دوگانه شما چند تا فرزند دارید من 26 ساله 2 تا فرزند دارم محمد یوسف و ابراهیم 6 ساله میشد ایون به خوردیم 2 ساله میشد انشالله ماه فوریه بعد فکری نقص شهناز جان گپ نه رحمتی کلان بهترین فکر رحمت برای چی روسی ممکن نبوده است من از روسی می نویسم ممکن نبوده است برای چی روسی ممکن نبوده است کخنی نلوبای کس من بگر گفته باشه به روسی می نویسم دیگر دولت می فهمم چی جای خطاگیش بوده است اینجا جای خطاگیش نلوبای کخنی نلوبای کس من مقصدی من بسیاری زنهایی که از تاجیکستان میبیان روسیه نمیدانم من مثلا کانال شما با گفتگیم نه اگر من با گفتگی باشید من میخوام که کانال من تاجیکی من میخوام که زنها خیلی چیوری میتونن با فندگی میتونن با زبان تاجیکی کشان که دیگه زنهایی که کلینت شده همون وطن زن شوهرشان گرفته میبیان ما بین 10 روز 15 روز به گرفته میبیان و ها امکتا برام دیگه و شوهر کردگی و رسیبام دیگه حالی حیات مسئله پخت و پز چیوری یگان چی نمیدانم برای همین من میخوام که از زنها خواهش کراسیم که کانال کشاین که چیوری با فندگی با زبان تاجیکی خدا ما باشد گفتم من مثلا شما در نظر ندارم یا شما نکوسیم که شما کانالتان رو من شما راستی کانالتان حالی قدر آمده نگاهم نکرم که شما با کدام زبان نویستگی من به یگان چی فرقش نیه من برای زنهای دستگیریشو برای خیلی یک دیگر فهمی گوشیم که زنهایی که دخترایی که تاجیکستان در آمده میبین حالی روسیه نمیدانن برای همین با زبانی تاجیکی خودمو کانال شود که زنها یکانچی آموزد گوشیم اگر این گپتا منبع باشد
سلام آپای شهنازه، یک سوال. افکات چی خیل پزم چی خیل افکات تیار میکنید؟ سلام سازی نپا جان. سلام. السلام علیکم شهنازه بانو. سلطی کپوستا سلیانش نشان میدادید خیلی خوب میشد. میلش حتما تیار میکنیم. سلطی کپوستی سلیانش هم تیار میکنیم. برای خیلی بسیار نگاه داشتن یکان boshqacha holda ziyarkara preskara tayyor میکنیم انشالله. بسیار راستی که ما بهارنده به حد زگتکه بسیار کردیم. خانه خالم بود و خانهشان زمینی بود. به حد زگتکه ها اگراتشان کردیم. کارتاشکه کنی دستامو به حد بند بود. یکی کار میکردم وقتی بسیار هم نبود. مادرم همینجا بودن. فرزندامو گرفته خانه خالم به بسیار زگتکه کنن خواستن. خیلی گفتم بیا خیلی ویدیو کن. راستی فرصت نشد. انشالله باز ویدیوهای بهتر میشه درباره زگتگی و با چه بانک ها داشتنش چه خیل با کدام چه خیل نمود استفاده بردنش حتما ویدیو میشه. شما گوید که کریم پیشتر ساخته مونیم بیرون نمیشه. شما فهمانید التماس به شما گوید که کریم پیشتر ساخته مونیم. کریمش چی باشد؟ کریم کرم باشد. سلطتان دا گپ نیست. به حد راست به حد نغز آمد. سلط ملایم کرماش ملایمی خوشخور آمد. من نفتی و گاز با خانواده زیق شده میشنم. من هم از اینترنت بودپز را دیده تیار میکنم. من مثلا من الکی برای ما خیلی من معلوم که همین ویدیو دیده تیار میکنن. برای همین من خواستم که کانال کشان زنها چیوری و بافندگی کنیست یوتیوبنده. برای همین خواستم. یا من یگان کس من گفتم که شما کانالی پزندگی نکشید. الکی من کشادم. من به یگان چی یگان خیل ویش نیست است راستی گپ. یا من اروی یگان خیل گفتم اروی بخیلیم نیه. من هم تو برای پیشروی زنهای خدا ما گفتم که خیلی کانال کشاده شود که زنهای ما هم بافندگی و دوزندگی ایقاق انازوکی هاش آگاه شوند که فقط با زبان تاجیکی خدا ما گفتم. الکی به فکرم سخت رسید. من هم زن هستم با نامی شوهرم. میفهمم اپچان بسیاری زنها با نامی شوهراشان و فرزندشان. من از پنجکند به حد خرسند که از ناحیه های پنجکند هم من دوستا پیدا کنیم. شهناز جان بسیار آواز شیرین دارد. آوازتان خسته شد جانی اپش. رحمتی کلام به حد خرسند اپا جان. خیلی ما شهر اسفره گوزنی ما قرار کوچگی. سلام اپا جان. شوهرتان خوشبخت بوده چون که زنی مثل شما دارن. راست می خیلی اینه یک بار خودشان به سوال میده. اسفرگی ها کنی شما اسفرگی ها برویتان کجای پنجکند شما؟ من از پنجکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات اپا جان. سلام سلام مدینه. به حد خرسند با هم صحبت میکنیم. از رکنابات از رکنابات بودیم. یه وجنش ما از کجای اسفره خوشی جان شوهرتان اپا جان مزه کره میخورند. راست شوهری من شیرینی نمیخورن. هم بقیه شیرینی پختگی من یارو دوستابم یا برو شوهری من شیرینی به شفقشان نیه. زرنش میم از پنجگان هموطن گرامستانه من از کلکند. اپای شهناز جان خیل کانال را پیش بردن ممکن. من امید دارم که کانالی من هم آینده تماشابین را پیدا میکند. برای چینه حتما کار اول آهسته آهسته. منم اولا ویدیو میکردم خیلی کم پرسموتر بود. خیلی کم وای بود. من الکی من بهم قریب 1 سال میشد. من در مدت 1 سال شکر خدا با دستگیری شما من الکی پیشرفت داد. من با هم به حد سخنهای زیبا صحبتهای زیبا میکنیم. همینش برای ما بسنده. پروینه سلام از سرگوت. سلام قاری گلم. شهنازه شما از کدام حساب مسئول از کدام حساب بخیرت الکی من سوال دادم. من خیلی کار میکنم که خریده میبیم یکم بار پول جمع نمیکنم فقط محصولات میخرم. راستی گپ نه راستی گپ کار مایه هر روزش میتید. هر روزه خیلی مبلغامه میتید. برای من چی در کار من میخرم. راستی گپ مغازه خیلی امروز چگان چی تیار کنی باشم خیلی کار بروم در کار باشد گرفته میبیم. شکر خدا کار میکنم. دستمند کسب می
هزارا شکر که تنقشی نمیکشم. راستی از شوهرم هم نمیپرسم، برای آنکه خودم کار میکنم. به حد خرسند من که خداوند به من چنین کسب نصیب گردان. این کسب هیچ کس یکان جا به زندگی به در نمیماند. خیلی مثلا خانه بشینیدم یارو دوستان ده کافه هاش باشد، خیلی نزدیکتان به یکان جاها باشد، با همون آدم صحبت کنی، میتونید یکان شیرینی ها پخته تید، میتونید یکان خاداگ خیلی سمبوسه یکان چی پخته تیدم. این الکی خودتان به پیشروی الکی نانتان خودتان یافته میخورید. برای همین من به حد خرسند از کسبم. سلام، در کانال من پادپیساتسیا کنین. من پختوپز مرحمت کانالی پختوپز درایتان. سلام اپا جان، سلام اپا. یعنی بریانی تیار کنید اپا جان. محلش تیار میکنم. سگوشانی ملکا تیار میشد، لیکن فقط که سگوشانی ملکای خیلی قاضی کنده من میتالیچیسکیه کنده 4-5 ساعت در آب بالی گاز بجوشانید الکی بریانی تیار میشد. 4-5 ساعت فقط که جوشاندن نکنم. من ندارم. خواهر عزیز من انتظاری سلطه کپوست پیشگی رحمت حتما تیار میکنم، در نظر میگیریم. من وای افیرنده بسیار سوال درباره سلطه شد. الکی ما تیار کنی سلط بگذاشتیم. هرناز خان یکم دیلا یکتا بود است بگه فونجازه میکرگی بودم شما کنید سانی من میکنم. محلش من علمیش بهش خرید، سازش خرید، تیار میکنیم برابر. ویدیو میبینید و سرازه تیار میکنید. خیلی فکری خوب با زبان تاجیکی کشادن کانالی دو زندگی آدمی روس را خوب میدانستگی همه مشکلی میکشد با زبان روسی آموختن بخونن. راستی گپ راست کپتان راست. ما چیوری ما مثلا کرتی تاجیکی مایه او بسا نباشد نمیبیندم کانالی مایه. برای همین خواستم که ما کرتا سرو لباس تاجیکی باشیم. سرو لباس خیلی پلادنا قطعی خیلی متریالای لخته قطعی یکان نمود خیلی دختن یا تیان زنهایی که چیور باشن به حد نقض میشد. بچه هاتان ساز رحمتی کلان اپا جان به نقض. شکری خدا پشکی که خاکساری من به مخقول شد رفتارت نامی من پری چهره من مسکوه به رحمت خواهری کلم را خیلی اینجا به وقتی یک کلام گاو زدن یا چخیل خدا ما بالا گرفتن این کاری ما نه، کاری ما مسلمانانه. برای همین من با همه یک خیل زبان صحبت کنم، با همه یک خیل رفتار میکنم، یا این آدمی این خیل یا این خیل نیه. من با یک همه یک کس برای همه برای یک کس. راستی که من دوزنده لیکن شوهرم نمیماند. شهناز فیروزه راست اگر شوهرتان نمانند لازم نیه با رازگی شوهر با اجازتی شوهر محلش مرحمت منه کشایتان. من چخه گوام اینستاگرام که می نامیرتانه میتینمی من طرز کانال کشای خودم نمیدانم و خیلی حرکت میکنم. از شوهرم پرسیده یادتیم خیلی برای پیشروی زنهای خودمو. شهناز خان چخیل شما سلام. شهناز خان چخیل شما این وجنه کتایه رحمت خواهر گلم به حد دختری نغز راستی نمیشناستم، لیکن از سری کانال کشادیم که همین دختر کامنتاری می نویسم. من همین همین ویشا میشناسم. چه کارتینگشا میشناسم که خیلی دختری به حد نغز خیلی کارتینگشا معلوم به حد من من شما دینه نیواجنا کتای دینه من ویتانا چه کامنتارتون شوهرم ویدیوی نه و دیده گفتن که همین دختر تا حاضر همین ویتو با کامنتاری تو با می نویسد. همون سری ویدیو رحمتی کلان که از سری ویدیو منو دستگیری میکنید نیواجنا کتای به حد خرسند من از شما. در کانال من هم پادپیساتسیا کنید. مرحمت درایتان دخترها کانالی پختوپز ها. سلام علیکم دوستان گرامی. سازین خوبین انشالله. رحمتی کلان شکری خدا ساز. ای حالی شما پرسیم. سلام ای نیجنی گارد. سلام الله سلام من از واروخ به حد خرسند که از گردو نواحی خدا ما هم من زنها کردی صحبت میکنیم. اپا جان این از اسفر خیلی شدم از این کانالی شما فاطمه سینه به حد منم خرسند که با شما صحبت میکنم.
الان فاطمه من میخوام مهمان شوید. فاطمه خان درایید. گفتین چند سوم دارین؟ یکم بار یوتیوب من 8000 گرفتم در مدتی 10 ماه. اول فقط یوتیوب به کار کردم، دید سرش به پرسماترای من کم بود. راستی من دیر چه کنم کارت همون کادش دیر گرفتم. عصبی که ما دیگه خان بک وچته گفتیم کاد آمده گشته گم شدگی. من دویم بار سیوم بار ضعف کرد بعد کاد گرفتم. دو دستان بزیبت پرهنر است، همان ناز و نعمت در برت است. خواهر برای منت به شما شعرها می نویسم بخوام از سرگات ملینه. به حد خرسند خواره گلم، به حد خرسند که با هم صحبت میکنیم، به حد خرسند برای دستگیری برای یکدیگر فهمی. معاشت مخفی نباشد چند سام میگیرید؟ مخفی نیه. برای چی مخفی؟ ما از ساعت 6 صبح تا 6 بیگاه کار میکنیم. 1200 روبل تا 1500 روبل میگیریم. هر روز پرداخت میکنم. سلام اپا جان، من دیر کردم می راستی علاقه 45 دقیقه 46 دقیقه میشد که ما صحبت میکنیم. من ویدیوهای شما دیده چیز میپزم اپا جان. دستکتان درد نبینه. شهناز جان من خانشین بیسرچه هم کهش که به حد خرسند من که خیلی ویدیوهای من دیده برای فرزندان چیز میپسید. شهناز جان به فکرم مرا شناختید. من با ایما با شما گم میزنم. آوازنا خستنش و جانی پش راستی که تلفن من ارخیو به حد زنها بسیار خیلی همه که صحبت میکنیم با همه خیلی چیزی که پزن رای میکنن خیلی مصلحت میپرسن برای خیلی آشخانهای شفرشان نگانچی میپزن برای فروش بسیار خیلی اما آموختن. من گفتم خیلی زندگی هاشان مثلا گفتن رحمی نداری کردن که این قلم برای فرزندان خود خیلی یکانچی میخریم یا پامپرسشه خیلی میخریم که خیلی برای شوهرم مدد به حد من همین خیلی زنا خورسند که کمتر خیلی برای شوهراشان کمک میکنن و خیلی یاردم میکنن. من شهر مسافری خودمو دیسیم خیلی زندگی قین برای همین به حد خورسند. من زنهایی که مثلا کافه ها و یکانجا به پخت و پس کرده دادن خواهن مرحمت اینستاگرام ویدیوهای نو نویسن صحبت میکنیم نامر من میتیم مثلا کدام چی خدوای باشد. من برای زنها حتما با ریسیپت ارزان با محصولات های دسترسی که از چخلگم از آپتان ها خریده میشد من همشه میفهمانم همشه میگم. اپا همه فونچازی حرام است یا حلال؟ فونچازی خودش مکران و این مکران آرد ساخته شدگی اینش باشد اینش پریپراوه این گانجای حرامش نیست. این پریپراوه با خیلی همون چیزهای خوشبوی کننده انداخته گردانید چارنی سالسای آبکی انا مانا آمیخته کرده پریپراوه ساخته که این پریپراوه فونچازی خودش مکران. این چمچمه از کدام مغازه خریدید؟ مغازه امروز مریره خریدم 36 روبل به همین نرخش 36 روبل. شهناز جان همین کانال شما میدارم میگم خیزم یکانچی ریسیپت شما تیار کنم همش بهترین. سلامت باشید. به حد خرسند. شبنم نام خواهری منم شبنم. ما 3 فرزند در آیله شبنم شهنازه و شاخین. ما 3 فرزند. خواهری من سال تولدش 91 آیله دار صاحبی 3 فرزند همون ایرپورتی خداما محلی خداما بشدگی. نامتان با همین خیر چه کنم با مهر خانسیم راستی خیلی خوارم یاد کردم ملکه 1 سال شد. شبنم کنی اکنون تارت بازیم از ایتالیا 1 ماه میپرتیم ایتالیا به مایلش تارت در سلام به جان چی به نمیخوانید؟ اینی من نخواندم می عذر کلام خیلی با خیلی نویسید. سلام من زن هستم از سوالی من جواب نگرداندید. خیلی بالا بریم چی که به جواب نگرداندم. امین که به جواب نگرداندم اپی فیروزه به سلام اپی فیروزه راستی الکه سبشنیه گم کردم اسمیسه میتونید باری دیگر نویسید.
Başka çiziyi tayyor دارین دانی момент. نه هیچی شهناز خانم هم بگوید فلگایی بسیار کاربست میکردگی و تنگی گفتید از کجا خرم نامش چی وای کاوریکی چخگوان وای مغازه مریره به امریره گرفتم کراپکند رولانچه مفروشد نرخش 250 روبلی نکیس کلان بود من 2 قسم کردم بیاد نقص ششته استفاده برای چیزی نقص فالگای و همین چخگوام پرگامتنی بوماگه هزارا بهتر و بهتر ششته استفاده بردگی چیز یا پشکل نیه من هیچی دانی من تیار میکردگی نیه و من برای زنهای قیق همین درباره گلزورا معلومات دادم. سلام شهناز خان به من معقول پخت و پزای شما کم خرج و آسان رحمت به ما از تخت دل نشان میدید به شما اهل آیلتان شما سلامتی موفقیت میخوام آباد باشید از دوشنبه رحمتی کلان به حد خرسند با هم صحبت میکنید خواهر گلم مرا دستگیری میکنید خیلی پخت و پزای تماشا میکنید به حد خرسند که با هم صحبت میکنید 8000 سامان 8000 سامان چیزه 8000 سامان اگر پولی من 8000 روسی اگر یوتیوب گفته که من باشید 8000 روسی 8000 سامان 8000 سامان باشد من کارو نرفته یوتیوب بانک کار میکنم نیه من راستی 8000 گرفتم من به خیلی با هم صحبت کردن و با دستگیری یکدیگر فهمی برای من بسنده سلام اپی فیروزه امینکه مرحمت کانالی خواهرمان درآمده abone شویتان سلام تارتی ناپلیون میپختید مهینه بانو تارتی ناپلیون پختگی بودم به حد ورقاش خوش آمدگی بود مزهشم نغز آمد مرحمت درآمده تماشا کنید کانالنده هست تارتی ناپلیون آیلی کلان به کلان شدگی بود تارتی کلانی به برکت تیار شدگی بود راستیگه زبانتان را گم نکنید ما تاجیک هستیم کانالی شما محقول شد ویدیوهاتان نف شود من از شهری سمره من زبانم گم نمیکنم ما وطنامای گم کنیم لفظامای گم نمیکنیم الهام رجبov میبخشید من از شهر اسفری باستانی میشم ما کوچگی گم میزنیم ما زبانامای گم نمیکنیم شکر خدا ما 26 سال با زبان برای اسفرگی باستانی ما گپ زدگی برا ما ادبی گپ نمیتونیم گپ زنیم ما کوچگی برای شهناز خان برای سلتی فنجازه چی لازم فنجازه با چی فنجازه گرفتم من خیلی سازش گرفتم میتونید بادرینگ استفاده برید سبزی خیلی با گوشت باشد گوشت بلگری سیویجی خواهید بلگری سیویجی اوکراپ چیسناک با خیلی پریپراوایی اما خانوبه استفاده من از اسفر آینده تاجیکستان بروم شما رو دعوت میکنم به خانه من زن هستم حتما آزاد رستم حتما خواهر گلم به حد ماه ایول اوگوست به حد واخوری بسیار نصیب باشد رویم خیلی به حد واخوری بسیار که بسیار با زنها با دخترها چه نقص اپا شما کار میکنید من کار میکنم ساحایی پخت و پز به پیکرنی به کار میکنم از ساعتی 6 صبح تا 6 بیگاهه من دیر کردم الکی قریب 1 ساعت شده است راستی شهناز خان دایم میخوای خاکسار عادی باشه دستتان درد نبیند الها دراز باشه الهیم هزار رحمت اپا جان حتما ما چه خیل انا میخیر میمونیم انشالله یک کس برای همه برای یک کس برای ما خیلی اینجا به خدامه بالای هم نمیگیریم یا که ما خیلی بلندگیری و خودت بالاگیری و خیلی گفزنی های بلند این کاری ما نه خیلی کاری ما مسلمانان راستی گپ من خیلی یوتیوب میگفتید اگر مخفی نباشد از فایده یوتیوب میگفتید مخفی نیه چوبه مخفی من در مدتی خیلی من الکه 1 سال میشد که یوتیوب کتی کار میکنم پرسماتر وابسته به فکرم خودم هم پوره نمیدانم حالی من یک بار 8000 گرفتم حالی پول نگرفتیم خیلی وقت معین میکند که با چقدر پول کار میکنیم من به پول کار کنی راستی گپ شرط نیه ضرور نیه من با خیلی دوستان صحبت میکنم خیلی همینش برای من بسنده با هم
صحبت با دستگیری خیلی در حق پدر و مادری من دعا، در حق عائله من دعا برای من بسنده همین. با گروپ زنها من هم دعوت کنید التماس. راستی گپ من همونم گروپ دعوت کنیم نمیدونم همینجا به اسفرگه و به فکرم هستین. خیلی اگر نامرتون کامنتاری ویدیو نو بنویسید اگه به من حتما دخترها میرسانم شما پیوست میکنن. چوبانیه سلام اپا جان. سلام اپا، شما از کجای تاجیکستان؟ ما از شهر اسفری باستانی. در روسیه خانه دارین یا کوارتری میستیم؟ راستی گپ خانه خدا ما شکر خدا هزاران بار شکر خداوند. همینجا نصیب ما بوده است. ماه اوگوست همین سال خانه گرفتیم همین شهر روسیه نوسیبیرسک پیش ایرپورتی نوسیبیرسک. مرحمت خبر است بباشید سخلیم بباشید پسدککی اجای ما میرم میهمان شوید خانه ما بعد. سلام خواهری عزیزم، من از واروق. شما بسیار زنی پرهنر هستید. من معلمه پختوپز شما دیده بسیار خورسند. منم معلمه بیحد خورسند از شناسایی. با هم صحبت نکنیم. از واروق بیحد واروق باد و هواش تازه جای نقص. ما با واروخی ها همینجا با کار میکنیم هستن کار نمیکنن و مغازاشون هر روز هم صحبت میشیم. بیحد آدمای نه در گروپ تا ما دعوت کنید اپا مایلش حتما دعوت میکنم. گروپ با شما میتونید ویدیوی نو با نامرتان نویسید و من میگرم و دلیل میکنید. دخترها با میتونم پیوست میکنن. التماس مرملات به ژلاتین تیار کنید. حتما تیار میکنیم. ژلاتین قطعی اگر هست چه گم اگر از همون بهای طبیعی خدا ما از ریشه و همون علفو همه خیلی طبیعی خدا ما بایم ژلاتینو نکی نامش اگر بیهد انمی ژلاتین رولش اجرا میکند مغازه با میفروشد. همین مغازه رسیه به هستو نکیم بایرق تاجیکستان خدا ما کرکی و با زبان تاجیکی و ایش نویستگی خیلی نامش نویستگی که خیلی از چی ها تیار کرده شده است. اپا جان خانی بابا مهمان شوید. من زن هستم در نوسیبیرسک. مایلش حتما مرحمت شما خانی بابا بید ما نزدیکی ایرپورت با کجای و سلام شهناز خان. دو عروسکی منم نامشان مانندی نام شما بسیار هم پزنده و کتبانوی نظمن به آنها میگویم که به کانال شما ابنش رحمت اپا جان بیحد خورسندم که خیلی عروسکای شما با هنر شما علاکه عروسکاتان راضی بیحد نقص خیلی برای شما پختوپز و شیرینی های نقص تیار میکنن. بیحد خورسندم که چخیل خوشتامانی نقص که علاکه منه در همینجا اثبات شد که از عروسکاشان راضی. بیحد خورسندم. سلام شهناز خان. کانال شما خیلی به من پسند است. دستتان گل است. رحمت خواهر گلم برای دستگیری ژله رو نشان میدادید. حتما مهینه حتما تیار میکنیم. من با خواهشاتان باشد نویسیدان در نظر بگرفته من خیلی میگم که برای زنهای ما همین چیزها لازم حتما تیار میکنیم. برای چینی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم خوش آمدید به کانال ما. سلام به همه شما. سلام شهناز خان. شعر بچه ها چخیر خوابان چی نیوژنانیت نیه و ها راستی گپ تاجیکستان با برای همین خانه ما جیم اگر و خلیگنا باشن خیلی نمیمانن. پسرچه کلانیم بیحد قابلک خوردیم شوخ. اگر پسرچه می کلانیم خیلی شوخی کند یا که خیلی اوقات نگاه کن گفته جنگ کرده مانم من خیلی گم میزند. سلام دوستان خوش آمدید به کانال پختوپز های خانگی گفته و خان به میگریزد. من هم خیلی گفته خیلی با شوخی هم خیلی وای میکند مسخره میکند که سلام دوستان خوش آمدید به کانال پختوپز های خانگی آی من گفته میگریزد. سلام شما از کجای اسفره؟ راستی سرچم که خیلی صحبت میکنیم همین تلفن قطعی یک بار همون سخنتان رو گویید گفته خواهش میکنم. سلام دوستان گفته با خیلی تلفن گفت خیلی فرزند همه ما میدانیم که چه شیرین.
اپا شما اگان کتاب رسیت میگیرید می ویدیو میکنید راسته گپ من اخوردی صاحب پیکرنی به کار میکنم همراهی مادرم ما شهر اسفره باستانی بس یه خاما بود درونی بازار شهر اسفره با ما اخوردی همین صاحب کار کرگی ما شهر اسفره همین ایرپورت پشتی مال بازارنده همه مای میداند الکای مای خیلی گم با همین پخت و پز میشناسد که همون مای میداند که ما پخت و پز میکنیم ما توی معرکای مردم به خیلی مکتب معلمه های خیلی توی مرکاشون به سلطه ها تیار میکنیم تارت و پیچینی ها تیار میکنم من با پیش توی های سنی بسیار بود سنتی بسیار بود من حالی شبهر کرده نبودم سیفی 10 میخواندم علکه توی های مردم برفته توی های همین سنتی برای خیلی دستورخانه مردم سلطه تیار میکردم سلطه هر گونه سلطه تیار میکردم ولی من راستی دختر بودم ولی شوهر کرده نبودم سلام به جنب ما تارتی چرپه را نشان میدادید کام با خوراکی جرکاب نشان میدادید خوراکای شما به ما مقاشید رحمتی کلان سمیره جان تارتی چرپخ هست کانال با تارتی یک چرپخی کلان افتش خیلی strašně کانال با با خواهشی همون فرزندم شد همون خودش خواست که هم خیلی آرایش دید برای همین خیلی جنگ نکردم یک دو کتم نویس که بد قواق چرپخاتان خیلی کو تیار کردیم تولد من 93 1993 16 آگوست 1993 در شهر اسفره باستانی به دنیا آمدم. السلام علیکم خواهری جان از شهر خوجند 29 سالم مسافری سیبرنی کازاکستان به همه مسافران سلام الله مهربان نگهبان باد به شما کشایشی کار رحمتی کلام بیحد خرسند از شناسایی خواهر گلم اپا جان نمیرتن رای میکرده میخواهم خطیتان گپ زنم مسئولیت کنم معلش اگر همصحبت شدن خواهید اگر اینستاگرام هم دانید پخت و پزهای خانگی اگر اینستاگرام سر و کار نگیرید ویدیوی نوامبر نویسید من نامرم میتیم السلام علیکم 3 بار نوشته میگانشو نخواندید نفهمیدم نیکین راست می سانه خیلی عذر راستی خیلی روی اکرام با یک بار نشان میدید یک بار گم میشد اسمس ها برای همین خیلی گذرانده باشم عذر سلام اسمسی منم میمانید پایینچی میخوانید راست می خیلی عذر یه بار دیگه نویسید خیلی من نوینی مکلین دیسیم میخوانم خودتان چی به نشان نمیتید خودم نشان دادم و اجازه نیت دیلیه برای آنکه شوهرم اجازه نمیتین تنها برای صحبت کردن با دوستان اپا جان چرا به من جواب نمیتید الکه دویم کس گفتن عذر میخوام یه بار دیگه سوالاتان نویسیتان محتر سلام شهناز رحمت برای پخت و بزتان چند فرزند دارید رحمتی کلان محتر من 2 فرزند دارم 6 ساله میشد ماه ایون به دویمم 2 ساله میشد 2 پسر شکر خدا محمد یوسف و ابراهیم سلام اپا جان ساز نقص شما من زن هستم چیزی که در پیش شما هست یک بار دیگر میگفتید بخشش من آمدم اینجا به گلازورا اپا جان اینجا به خیلی من گلازورا از گلازورهای چه گوام برای آرایشی پامچیک برای آرایشی کیکسو همیشه چیزا برای پراینیکا اینجا به من سلطی فونجازی میکنیم برای سلطی فونجازی خیلی گرفتم приправаш یعنی همون سازشه اینجا به краситель آبا краситель خوش اینجا به یعنی улучшитель برای بالشگاه ها همش همین گلازورا برای من رنگ برای پانچکای و برای خیلی پراینیکا استفاده بردگی من اینجا به کاکاو اینجا با میشاق بود چک هم تیار معلش چک هم تیار کنید سلام من از کنی بادام سلام من خرسند شدم بیحد منم خرسند با شما صحبت میکنم اسفره با پیش رحمتی کلام همه ما خیلی یک وطن و تاجیکستان همه ما با دستگیری یکدیگر شهنازه دلی پاک داره انرژی خوب داره رحمت برای چنین ویدیوهای خوب رحمتی کلان ماشه بیحد خرسند که برای یکدیگر فهمی برای دستگیری اپا جان شما سطر میپاشید راستی گپ ما محکم سطر محکم نیو شکر خدا سر و لباسی تاجیکی خدا ما
سرو لباسی همون پلاتناهای کرتای تاجیکی خدامو نامانیم. خیلی من همین جنده دخترکای دیدگی خیلی گروپاند فاتا هما صورت هما رای کرگی دیدگی ها خیلی من میدانن که من چه سرو لباسم باشم. بجا من گروپ دعوت کنید کامنتاری بنویسید حتما دعوت میکنیم. سلام من دیر ماندم راستی ایشه تیجل که 1 ساعت شد به فکرم خیلی دیگه صحبت کنیم. منم شما رو دیدم خیلی خرسند میشم که شما با زبان اسفرگی گپ میزنید. رحمتی کلان خیلی ما وطنامه گم کنیم هم لفظی اسفرجان رو گم کرده نمیتونیم برای آنکه خیلی 26 سال با یک لفظ صحبت کردیم. سلام علیکم. سلام ها و من از نزدیکی کلاب ناحیه همدان شهنازه خان. شما در کدام سایتی گروپ داره؟ من گروپ ندارم راستیگه میشگانم منند گروپم نیست. خیلی دخترها تشکیل کردگی با هم صحبت میکنن. گروپ چند تا گروپ های خیلی تجمع هست. اسفرگی ها کشادگی خیلی واتساپ چند تا گروپ ها های. اگر خواهید خیلی نمیرتان نویسید دخترها برای میکنیم صحبت میکنیم. پسرای من نمی خیل آیشه ساز امروز سلطه کریسکی من برای آیله کدام با مزه و سرغذا بود. با مزه شد. رحمتی کلام به حد خرسند که نتیجهش من نوشتید که الکی برای آیلتان پسند آمد. یک چک میکنیم. آیشه شما از حاضر در کلاب سلام پیش شهنازه برای چی فرزندتان تاجیکستان برای آنکه کمکر ما دکومنتاشان خطا کریم باید 3 ماه از روسیه بران که ما بچه های خیلی بیجلابه ما میتونیم صادق بتواری کنیم با درچی دکومنت های پیش بریم. برای همین 3 ماه باید تاجیکستان با برود. خیلی زکانی رسیه همین بعد از ماهی 1 نوامبر همین سال 2019 لکه هم خیلی زکان شدگی. در حق به فرزنده داکنه صاحبی فرزند شوند. حتما اله هم به فرزنده و خداوند فرزند دید. الهیم هیچکی به فرزند نشود که به حد دشوار به حد غمی سخت که به فرزنده الهیم همه زنهای من مسلمان ما به خداوند فرزندی صالح و با ایمان عطا کند که همه ما زنها بالا بی خاندان که دستامو با همون فرزندامو گرفته خرسند شویم. وقتی که شما چیز میپذیرید به شما کی کمک میکند کی سیام کنند. من به هیچ نمیکنم. من خواننده خودم مننده مخصوص تلفن مونده سیام میکردی چیز ما شتاتیف ما با همراهی همون سیام کنم. هیچ من روزنده خودم موزی با فرزندان نیست است. ابا جان نامی من شهنازه می باشد. ویدیوهای من به ویدیوهاتان به من بسیار مخول دستان درده نبیند. رحمت عدش به حد خرسند که ما دستگیری میکنید نیه رسیان. ابا جان التماس منم گروپ با دعوت کنید. مایلش گروپ با دعوت میکنم. شما که کامنتاری ویدیوهای ناب نامرتان نویسید حتما دعوت میکنیم. در پناه خدا باشید. رحمتی کلام شما هم الها در پناه خدا. خیلی مسافرتند خداوند همه ما مسافرهای در پناه اسمتش نگاه دارد که با سری بلند تن و جانی ساق و پیش پدر و مادر ما رویم. من دیر کردم راست الکه 1 ساعت شد نیواجنه مهمان شویدم. خوب من ای چرومگرا یک تارتی میداوی تیار میکردید شهباز. راستی گپ 4 نمود تارتی میداوی هست. کانال من خمیری سختش مای سیوقش مای خمیری بی تخمش مای برای پرهیزی همه نمود ویدیو ها هست. یک تا که تارتی میداوی بیسکویتنی نیست کانال من انشالله به نزدیکی تارتی میداوی بیسکویتنی تیار میکنم. دیر کردم راست 1 ساعت شد که در کجا حاضر دکانه. اپا شهنازه ویدیو شما به من مخبول زمیره به حد خرسند. سلام شهنازه افیر کیسر شد الکه 1 ساعت و 10 مینوت قریب شد. 8 مینوت 9 مینوت رفت. من بین رحمت به دادگیتم رحمتی کلام به حد من به حد زیق میشم که خیلی بسیار زنهای ما فرزندی به فرزند داشتن نیست. بسیار خیلی دل شکسته. خداوند بزرگ دستی ما بنده ها هیچی نبیاد انشالله. خیلی ممکن امتحان زندگی باشد که خیلی خداوند نداد همش دستی خداوند انشالله فرزند میتید خداوند. نو از افیر خبر یافتم خیلی الکی انچه شد صحبت کردم.
سر شده بود. ما هم دعا کنید، حتما دعاگاه همه شما. ما مسافران، شما از در کجا؟ ما در شهر نوسیبیرسک زندگی میکنیم. از ما خانه خانمانده در کجای کدام شهر؟ نوسیبیرسک. آمین. کسی بی فرزند باشد در سال 2020 خداوند دوگانیک نصیب کردند. آمین آمین. الها که پیش ما شود خواهری عزیز. الها همین همه گروپ های، همین گروپ به نویستگی ها، همین افیر به نویستگی ها پس از 9 ماه نویسن که خیلی ما صاحب فرزند شدیم. به حد خرسند میشیم که زنهای ما خیلی فرزنددار شدن. به حد خرسند میشیم. چیزای شهناز خان سازی انگان چیزای جدید بزید حتما. تستر خانه ملکه افیرما به 1 ساعتی 10 مینوت شد. السلام خطوبه سلام سایتان خوشم میاد شهناز جان. به پیش رحمتی کلان خواهری گلهمین کرسیتیل رنگارا حرام میگن. شما یگان چی میفهمید دربارهش از چی تیار میکنن؟ این کرسیتیلا یگانتش حرام نیه. همه چیه علاقه مردمی ما یگان چی دهنی یگان کس گرفته گم میزنن. خیلی ما هم مسلمان، ما هم خیلی پرهیز حرام خوری. ما هم میدانیم نکی این کرسیتیلا ژلاتین حرام نکی، ژلاتین خیلی حرام میگن. لیکن جای ژلاتین به علاقه اگر براندگی محصولاتی تاجیکستانی خدا ما همین رسیابه میفروشد. لیکن این کرسیتیلا چیزی تیار میکنه. این کرسیتیلا ریشه های چه گویم ریشه های گیاه ها تیار میشه. برای همین این یکانتش حرام نیه. بفکرم این همش برای آرایشی تارتا خودش مخصوص تیار کرده که این زیانش هم نیه. اگر ننده زیانی کلانش باشد ما تنبالی شهری رسیانده برای خیلی فروش اجازت نمیدید. ما علاقه پیکانیا به من کار کرده میبینیم که چخیر ما به چیزا میبیاد مرگرین مسئله ها اهمو آبتانا میبیاد. من همیشه علاقه میخوانم بسیاریش با سرتیفیکات دکتر میبیاد که امین زنکای حلالشه که از دکتر گذشته آمدگی. چرا بیسکویتی من در تن پیام میتید از دخاف گیرم پیامش میشنه خواهم با این التماس شد. بیسکویت بسیار سوا شد برای آنکه علابی بلند میپزید. دویمش علابی بلند بپزید علاقه دخاف کنده پیامی خوشرا میتید که شما خیلی خوشسان شده. بیسکویتی من پخت علاقه گرید پیامش میشنه درونش خواهم برای آنکه دخافکای بلند بمیمانید تفتن. من از پنجه شما از کدام شهر آیشه من نامره تو پرتای نمبر شما کامنتاری بنویسید حتما نامرتان رو میگیریم. خوش میگونم من در کانالی ما شهری نوسیبیرسک به زندگی میکنم. که در شهری زندگی میکنم هستم. چند سال شده در روسیه کودکان در روسیه باشن. نیه ما 6-7 سال میرد فرزندام تاجیکستان تولد کردم از سبب که دکومنت نداشتم. رحمت برای جواب به جامعه زن هستم. من دیوام نمیدید. آمین انشالله آمین. من نکنه شما یافتم سپر. به حد خرسند به حد شادم که خیلی میهمان شدید کانالی ما. و من از کانادا در شهر کازان زندگی میکنم. شهناز خانم من بسیار خرسندم که شما SMS مرا خواندید. ما از شهر کانیبادام رحمتی کلام که از من خرسند به حد خرسند منم از شما که با هم صحبت میکنیم. اپای شهناز خوش ما گرجدن رسیم نیه ما گرجدن ما RVP حالی یکمشه گرفتگی خیلی خداوند نصیب گردنده باشه خیلی میگیریم. ایمان شبیر ایمران از هزارا شناس دارم. سلام شناس خواهم. من هم از اسفرهم پخت بازار شما رو میبینم در شهری در من تلفن کنید حتما. نامرتون برای تلفن هزارم کجای آید راستی SMS ها علاقه بسیار شده است. من مینوتی مایم 1 ساعت و 12 مینوت شد. خیلی همه اینا نوشتن که سطر ما باشید. خیلی راستی گفت پجمه خیلی همه برای خودش زندگی میکنن. مثلا گریم ما و خیلی ممکن وهابا خیلی هم خیلی اپای خاصیت نکی زنی به حد خاکساری دستکشا. من اویایگان ویم نه خیلی لباس باشیشان از خداشان وابسته نکی راستی ما خیلی سر رو لباسی خدامین باشیم. من البته خدا خواهد 1 ماه پس تولد میکنم. خدا من رو صاحب فرزند کند. من یک مخلصی شما از شهری ریاضن الها ساق و سلامت فرزندتان و دستان با کره گیرید. خیلی با در افیرای آینده خیلی و ما خبر دید که ما صاحبی جنجه شدیم. خواهر
خواهرای عزیز، من الکی 1 ساعت و 13 مینوت هم صحبت شدیم. تا افیری آینده با هم صحبت میکنیم. خیلی با گپای ماندگی باشد در کامنتاری نویسیدن با چه ها تیار کنیم. حتما با دستگیری شما دوستان ویدیوهای بهتر میشد. خیر، تا ویدیوهای آینده گروپ با پیوست کنید. پنجگند حتما کامنتاری به نامرتان نویسیدن گروپ با قاش میشدگی ها با صحبت میکنین. الهی همه بخیر. تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشتان. در ویدیوهای آینده، در افیرهای آینده صحبت میکنیم. در پناه خدا. دعاگاه ما مسافران باشتان. بستان.